درود خدمت عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام یه چند ویدیو راجع به کودکان صحبت کنیم. فکر میکنم صحبت‌های خیلی کوتاه و مختصر من بتونه به والدین خیلی کمک بکنه و نوع ارتباطی که با کودکشون دارن و چجوری میتونن کودکان موفق و شاد همراه با اعتماد به نفس و دور از اضطراب و تنش داشته باشن. حتی اضطراب و تنش همیشه همراه ما انسان ها توی خلقیاتمون هست، ولی نمیتونیم به حداقل برسونیم که مشکلات اندیشون کمتر باشه. وقتی فرزند در رحم مادر وجود داره، همه چی براش مهیاست، یک جای گرم، نرم و تغذیه براش مناسب هست و وقتی به دنیا میاد اولین اضطراب رو تجربه میکنه، از یه محیط امن خارج میشه و از یه محیطی که نمیدونه چه اتفاقاتی میخواد بیفته میاد و وارد یه دنیای جدید میشه و در اولین گام هایی که برمیداره میتونه با مادر ارتباط بگیره که میتونه تغذیه‌شو و اون حسشو به فرزند منتقل کنه. حالا فرزند تا چند ماه اول زندگی خیلی هنوز مادر رو نمیشناسه، بعد متوجه میشه که اون کسی که بهش غذا داره میده، تمیزش میکنه، مادر است. مادر نقش بسیار مهمی در شکوفایی فرزند خواهد داشت که حالا بعداً به صورت مفصل صحبت خواهم کرد و نقش مخصوصا پدر که بیشتر بحث بازی و مقررات هست هم به صورت مفصل خواهم صحبت کرد. تو 2 سال اول زندگی اون بحث اضطراب فرزند که حدوداً به حد اکثر وجود داره در درونش، مادر اولین وظیفهش وظیفه حضورش هست و یک حضور بسیار زیاد باید داشته باشه، چون فرزند دچار اضطراب‌های زیادی میشه. کودک هنوز اون بحث جسمانیش هنوز کامل نشده و نقص‌هایی داره، دستگاه درونیش و محیطیش هنوز خیلی کامل نشده، نیازمند است که به رسیدگی خیلی خوب برسه تا کم کم رشد بکنه و بتونه یه مقدار حالش بهتر بشه و دردهای کمتری تحمل کنه. مادر اینجا حضورش میتونه حالش رو بهتر کنه، حال فرزند رو اگر حال بدی هست به حالت خوب تبدیل بکنه. هنوز فرزند به اون خودمختاری که درونش هست پایبند هست و اون دنبال غریزه برطرف کردن هست، مثل اون بحث اورال دهانیش، لذت‌های دهانیش و بعدش لذت‌های مقعدی و دفعش هست که هر کدوم دوره به خصوص خودش خواهد داشت که فرزند باید اون دوره ها رو به سلامت بتونه عبور بده. مادر نقش بسیار مکملی هست برای فرزند و وقتی فرزند متوجه میشه که رابطه موضوعی و ابژه با مادر وجود داره که باید بتونه حالش رو خوب بکنه، مادر باید بتونه حضور داشته باشه، اضطرابش رو به حداقل تا 2 سال اول زندگی داشته باشه که اون ناامنی و حضور نداشتن مادر دچار اضطراب فرزند رو نکنه که اون چند سال اول زندگی فرزند بسیار مهم است و مادر حضورش میتونه اضطراب به حداقل و تنشش رو به حداقل برسونه و همین ارتباط میتونه در آیندهش یک رابطه بسیار خوب با دیگران برای فرزند باشه که اگر دیگران رو داره میبینه خیلی دچار اضطراب نشه، وقتی از کسی جدا میشه دچار اضطراب نشه و بتونه اون حس خوبی که دوران کودکی داره رو فرزند بتونه درونی بکنه. و یکی از عواملی که خیلی از ماها خیلی راحت میتونیم خودمون رو تو سنین بالا حالمون رو خوب بکنیم، دلیلش حضور مادر و پدر هستش که دوران کودکی کنار ما حضور داشتن و در اصل ما از درون میتونیم حال خودمون رو بهتر بکنیم. حالا تو بحث ساختار بوردرلاین یا سایکوپات و ساختار مرزی ما فعلا ورود نمی کنیم که یکی از نقصایی که خب برای مرزی ها وجود داره اون چند سال اول زندگی حضور نداشتن مادر یا ناکافی بودن مادر برای فرزند هست. من خواستم مختصر صحبت کنم، یا مقدار طولانی شد، سعی میکنم که بخش کنم خیلی کوتاه که امیدوارم که والدین استفاده بکنن و با حضورشون در سالهای اولیه زندگی اضطراب و تنش رو حداقل برای فرزندان عزیزشون برسونن. موفق و مؤید و شاد باشید.